به مطالعه دیگری از کتاب مقدس خوش آمدید. امروز مقاله کوتاهی را خواهیم خواند با عنوان از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد. این مقاله با ارائه شواهدی از کتاب مقدس نشان می‌دهد که روز داوری در روز 21 ماه می 2011 به وقوع خواهد پیوست. از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد. هیچ کس غیر از خدا تاریخ روز آخرت دنیا را نمی‌داند. چطور کسی جرأت می‌کند چنین چیزی را بیاموزد که مدعی است روز ربوده شدن و داوری در روز 21 ماه می 2011 اتفاق خواهد افتاد؟ مگر کتاب مقدس به وضوح نمیگوید که از آن روز و ساعت هیچ کس اطلاع ندارد؟ بله، در حقیقت کتاب مقدس این مطلب را میآموزد. کتاب مقدس توضیح میدهد که چرا چنین چیزی را میآموزد. در کتاب اعمال رسولان باب اول آیه 7 در زمانی که نزدیک به آغاز دوران کلیسا در عهد جدید بود، عیسی به حواریون خود آموخت. بدیشان گفت: از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید. سپس عیسی در آیه بعدی فرمود: لیکن چون روح القدس بر شما میآید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقصای جهان. از این آیات می‌آموزیم که در طی دوران کلیسا کنجکاوی زیادی در مورد زمان آخرت به وجود می‌آید، ولی ایمانداران نباید به هیچ عنوان گرفتار این موضوع می‌شدند. آنها باید تمامی توجه خود را متمرکز و جلب وظیفه اصلی خود، یعنی اعلان پیام انجیل در سرتاسر دنیا می‌نمودند. بنابراین صرف نظر از اینکه یک متخصص الهیات و یا محقق کتاب مقدس چقدر با استعداد و عالم بوده و یا چقدر خوب کتاب مقدس را آموخته و با صداقت کامل به مسیح خدمت نموده، آموختن زمان آخرت دنیا از روی کتاب مقدس امری غیر ممکن بود. هر کسی که ادعا میکرد که از زمان آخرت اطلاع دارد همواره اشتباه از آب در میآمد. با این وجود جمله بسیار قابل توجهی در کتاب مقدس وجود دارد. در کتاب جامعه باب 8 آیه 5 خدا چنین میفرماید: هر که حکم را نگاه دارد هیچ امر بد را نخواهد دید و دل مرد حکیم وقت و قانون را می‌داند. در کتاب مقدس منظور از مرد حکیم ایماندار راستینی است که خدا به او اعتماد عمیقی نسبت به اختیارات کتاب مقدس بخشیده است. ایمانداران راستین از ابتدای تاریخ وجود داشتند، ولی بر طبق آنچه از کتاب مقدس آشکار می باشد ترتیب زمانی تاریخ هرگز در قلب ایمانداران راستین مکشوف نشده است. برای مثال در طی اکثر زمان دوران کلیسا در باور عموم چنین بود که آفرینش در سال 4004 قبل از میلاد به وقوع پیوسته است. با این وجود خدا 35 سال پیش شروع به روشن کردن ذهن ایمانداران راستین بر ترتیب زمانی تاریخ نمود. بنابراین معلوم شد که کتاب مقدس می‌آموزد که وقتی وقایع گذشته با تقویم پیشرفته امروزی منطبق می‌شوند، آن وقت به زمانهایی از تاریخ از جمله آفرینش که در سال 11013 قبل از میلاد اتفاق افتاد و یا طوفان نوح که در سال 4990 قبل از میلاد به وقوع پیوست و یا خروج اسرائیل از مصر در سال 1447 قبل از میلاد و مرگ سلیمان در سال 931 قبل از میلاد پی میبریم.
با این حال تا چند سال پیش حتی اطلاع دقیق زمانبندی تاریخ بر ایمانداران از طریق خدا و کتاب مقدس آشکار نشده بود. این زمانبندی تا آخر زمان ادامه می‌یابد. در طی چندین سال اخیر خدا حقایق زیادی را آشکار ساخته است که تا امروز که نزدیک به آخرت است در کتاب مقدس کاملا پنهان مانده بود. چطور ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟ اینکه چنین چیزی اتفاق خواهد افتاد در کتاب مقدس به وضوح پیشگویی شده است. کتاب مقدس کلام زنده است که مستلزم این است که روح القدس ذهن شخص خواننده و یا شنونده